امروز داخل این ویدیو اومدم بهتون پروژه بی‌نظیر گرس رو معرفی کنم. آقا من اول اصلا باید ازتون عذرخواهی بکنم چون که چند ماه پیش 6 ماه پیش یا 1 سال پیش اینا نیومدم و فاز اول یا همین فصل اول این ایردراپ رو بهتون معرفی نکردم و تو فصل اولش به اکثر کاربرها توکن داد. همین 4 روز پیش توکنش لیست شد و بخش خرید و فروشش باز شد. خیلی اومدن توکنای خوبی از این پروژه دریافت کردن و الان حتی اگه خودتون وارد فانتوم بشید، توکنش بر بستر سولانا لیست شده. اگه وارد فانتوم ولت بشید و از اینجا توکن گرس رو سرچ بکنید، مشاهده میکنید که قیمتش در حال حاضر $1.87 هستش که واقعا قیمت فوق‌العاده‌ای داره. اگه اشتباه نکنم با قیمت 60-70 سنت لیست شد، با یه همچین قیمتی لیست شد و الان تا تقریبا $2 رفته. خیلی قیمتش خوب شده. توکن ارزشمندیه. فصل دومش رو شروع کرده و من الان میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری میتونیم داخل فصل دومش شرکت بکنیم. حالا معلوم نیست فصل دومش چقدر ادامه داره، شاید 1 ماه، شاید 2 ماه، شاید 3 ماه، شاید 6 ماه، معلوم نیستش، ولی تو این مدت میتونیم یه مقدار توکنش رو ماین بکنیم تا بعد از این که حالا مثلا برداشت فصل دوم باز شد، اون موقع میایم و یه پولی ازش در میاریم. به هیچ عنوان این ایردراپ رو از دست ندید که بی‌نظیره و حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. Hey everybody، چطوری بچه‌ها؟ پشمک هستم. خوشت بگه ویدیوی خیلی خفن. آقا توضیحاتی که اول کار شنیدید و لینک های مورد نیاز رو براتون داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین میکنم. لینک هایی که نیاز داریم چیه؟ اول از همه به لینک خود سایت گرس احتیاج داریم که باید این لینک رو کپی کنیم و داخل مرورگر میسز یا کیوی براوزر داخل یک کدوم از اینا باید اون لینک رو پیست بکنیم و از اونجا به کارمون ادامه بدیم. لینک های بعدی که نیاز داریم خب لینک دانلود مرورگر میسز یا همین کیوی هستش که من براتون میذارم میسز رو، و از این قسمت یه ولت فانتوم هم نیاز داریم که باید داخلش یه اکانت بسازیم و این ولت فقط مخصوص سولانا هستش، یعنی ولت سولاناست که از اینجا هم میتونید بیاید میم کوین های بستر سولانا رو خرید و فروش بکنید. همین که بالاخره ولت سولاناست که خیلی ساده است، مثل همون تراس ولت و متاماسک و توم کیپر و مثل همون ولت، هیچ چیز سختی نداره. فقط حواستون باشه وقتی این ولت رو نصب کردید و اکانت ساختید 12 کلمه امنیتی خودتون رو داخل یک جایی ذخیره بکنید که اگه اون گم بشه متاسفانه ولتتون دیگه کاربردی نخواهد داشت. خیلی خوب، برای شروع کردن کارمون اول از همه باید VPN رو ببندیم چون که این سایت نیاز به VPN نداره. حالا در ادامه بهتون توضیح میدم چرا. حالا بریم اینجا کارکرد سایت رو بهتون یه کوچولو توضیح بدیم. کارکرد این سایت چه شکلیه؟ آقا شما داخل این سایت فقط کافیه اینترنتتون رو شیر بکنید و این سایت از پهنای باند اضافی اینترنت شما استفاده میکنه و یه سری داده ها رو به دست میاره و این داده ها رو میفروشه به شرکت هایی که توی حوزه AI کار میکنن و انگار مثلا توی قضیه تبلیغات کردن و یه سری چیزا این داده ها به درد اون شرکت ها میخوره. سر همین قضیه اون پهنای باند اضافی نت ما رو این براوزر میگیره، این پروژه میگیره و تحویل اون شرکت ها میده و با اینکه اونو میگیره به ما یه مقدار توکن گرس میده، یعنی اینترنت ما رو میگیره و برای ما توکن گرس ماین میکنه. حالا بعدا میتونیم این گرس رو برداشت کنیم، بفروشیم و کلی کار دیگه باشه انجام میدیم. برای شروع کارتون فقط کافیه وارد مرورگر میسز یا کیوی براوزر بشید و از اینجا این لینک رو اینجا پیست میکنید، همون لینکی که براتون داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین میکنم. بعد وارد همچین صفحه‌ای میشید. اینجا باید ساین اپ یا همین ثبت نام بکنید. برای ثبت نام کردن فقط کافیه یک آدرس ایمیل واقعی وارد بکنید، یه دونه یوزر نیم بزنید که قبلا وارد نشده باشه، یعنی تکراری نباشه، و بعد 2 تا پسورد اینجا تایید بکنید. یه پسورد میذارید، تکرار پسورد رو وارد میکنید. یه دونه کد معرف یا کد رفرال داره که اگه با لینک وارد بشید خودکار براتون پر میشه، ولی فکر نکنم اجباری باشه، نمیدونم. اگه اجباری نبود میتونید کد رفرال من یا هر کسی که خودتون دوست داشتیدم وارد بکنید. 2 تا تیک تاییدیه اینجا میاره، این 2 تا تیک رو باید بزنید و بعد اینجا یه دونه چیز میاره، یه دونه احراز هویت مانند میاره، یه چیز دیگه باید اینو تایید بکنید. اینو میذارید، کپچاشو حل میکنید و بعد روی ریجیستر کلیک میکنید و ثبت نامتون این شکلی انجام میشه. به همین سادگی ما میتونیم ثبت نام کنیم و بعد وارد حساب کاربری خودمون بشیم. الان من وارد اکانتم میشم تا ادامه توضیحات رو از اینجا بهتون بگم. بعد از اینکه اینجا اکانتمون رو ساختیم و ثبت نام کردیم، یه همچین صفحه بر ما باز میشه. از اینجا ما یه کارو باید انجام بدیم. اول از همه باید ایمیل
خودمون رو تایید بکنیم. یعنی بعد از اینکه اکانتتون رو ساختید یه دونه ایمیل تاییدیه به جیمیل شما ارسال میکنه. شما باید وارد جیمیلتون بشید، اون رو وریفای بکنید و بعد از اینکه وریفای کردید وارد حساب کاربریتون داخل گرس میشید و بعد توی این قسمت روی این گزینه کلیک میکنید توی صفحه اصلیش. اینجا باید این 3 مرحله رو ما انجام بدیم. مرحله اول وریفای ایمیله که دوباره وارد جیمیلتون میشید و اگه دوباره لینک وریفای اومده بود دوباره باید وریفایش بکنید. اگه نیومده بود و این شکلی واسه من رفته بود، مثل واسه من رفته بود واسه قدم دوم، دیگه شما هم بیخیالش بشید چون که ایمیلتون تایید شده. قدم دوم میگه که باید ولت خودتون رو متصل بکنید و اینجا باید روی گزینه کانکت ولت بزنید و ولتی که متصل میکنید باید فانتوم ولت باشه، چون ما نیاز به فانتوم داریم میگه، چون که توکنش بر بستر سولاناست. حالا چجوری باید فانتوم ولت رو وصل بکنیم؟ توی مرورگری که داریم باید افزونه یا همون اکستنشن فانتوم رو اضافه کنیم. قبلا توی ویدیوی سونی و سونیک بهتون توضیح داده بودم که چجوری میتونید افزونه کیف پول‌ها رو اضافه بکنید. اینجا ما افزونه متاماسک رو داریم، فانتوم هم که من تازه ادش کردم. حالا چه مدلی؟ میایم اینجا و داخل اینجا سرچ میکنیم افزونه فانتوم، همون فارسی هم بزنید برامون میاره. اینجا هم هستش افزونه فانتوم، متاماسک هم که میتونید بزنید و اینم اد بکنید. اینجا افزونه و اکستنشن فانتوم رو سرچ میکنیم تا برامون لود بشه. روی لینک اول کلیک میکنیم و از اینجا وارد میشیم که این افزونه رو روی مرورگر خودمون اد بکنیم. این کار اجباریه و حتما باید انجام بشه. روی لینک اول که کلیک بکنید اینجا یه گزینه دانلود میاره براتون، این رو دانلود میکنید و این شکلی اضافه میشه به افزونه های خودتون. بعد از اینکه دانلودش کردید با خودش خودکار وارد میشه و اگه اکانت فانتوم دارید باید 12 کلمه امنیتی فانتومتون رو اونجا وارد کنید و اکانت فانتومتون رو اد بکنید به این اکستنشن که از اینجا براتون بیاد و بعد میتونیم ازش استفاده کنیم. بعد از اینکه همه این مراحل رو انجام دادید دوباره اینجا وارد میشید، روی کانکت ولت میزنیم، روی فانتوم کلیک میکنیم، خودش خودکار میاد توی فانتوم. اینجا گزینه کانکت رو میاره که بعد باید از این قسمت متصلش بکنیم. میزنیم که متصل بشه به کیف پولمون. این تیک رو اینجا فعال میکنیم و بعد این رو اکسپت میکنیم. به همین سادگی ولت واسه ما متصل میشه. خیلی ساده این کار رو باید انجام بدیم چون که اجباریه دیگه. دوباره یه تاییدیه میاره، بعد کانفرمش بکنیم که اتصال به سادگی برای ما انجام بشه. توی گزینه سوم گفته که ولتت رو باید کانکت بکنی، وریفایش رو باید تایید بکنید. یعنی تایید بکنید که این ولت رو شما اد کردید. حالا اینجا چه شکلی باید این کار رو انجام بدید؟ یه دونه ایمیل تاییدیه واسه جیمیل شما ارسال میکنه. دوباره باید برید روی وریفای بزنید تا این برای شما تایید بشه. وقتی که این کار رو انجام بدید این 3 مرحله رو انجام دادید و بعد میریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب توی صفحه اصلی هستش که از اینجا ما باید اکستنشن گرس یا همین افزونه گرس رو مثل فانتوم که دانلود کردیم اینجا دانلودش کنیم تا بعد بتونیم اینترنتمون رو با این پروژه شیر بکنیم و از اینجا مقدار توکن هایی که ما در کل و به صورت روزانه به دست آوردیم رو برای ما می‌نویسه. در ادامه این توکن ها وقتی که این فاز دوم یا فصل دومش تموم بشه تبدیل میشه به توکن گرس. یعنی شما اینجا مثلا 1000 تا اینجا واسه شما اضافه شده بود، فکر نکنید که این 1000 تا توکن گرسه. اینجا این 1000 تا از این توکنه تبدیل میشه در ادامه به همون توکن گرس، باید تبدیل بشه. انگار مثلا شما باید اینو به دست بیارید که شامل ایردراپش بشید. یه گزینه اینوایت لینک هم اینجا داره که میتونید دوستان خودتون رو دعوت بکنید. از منوی کاربری خود پروژه اینجا که گزینه اینوایت داره که برای توییتر هستش، از اینجا میتونید بیاید و لینک خودتون داخل توییتر شیر بکنید و هر چقدر که رفرال به دست بیارید، حالا چه از طریق توییتر چه از طریق جاهای دیگه، از اینجا یه سری پاداش ها هم بهتون میده که چیز ارزشمندی، چیز باحالیه و رفرال ها هم بالاخره توی کسب امتیاز بیشتر تاثیر دارن. پس اگه میخواید که بیشتر شامل توکنش بشید، اگه رفرال گیری بکنید که خب چه بهتر. از اینجا صفحات بعدی، صفحه‌ای که ما خیلی بهش احتیاج داریم، حالا میخوایم داخل سایتش کار بکنیم دیگه. برای کار کردن اگه از سیستم یا همین پی سی استفاده میکنید باید روی گزینه کانکت بزنید و از اینجا این اکستنشن گرس رو برای ویندوزتون یا اگه مک هستید برای مکتون یا چیز دیگه هستید اینجا انتخاب بکنید و اینجا دانلود بکنید. وقتی اینو دانلود کردید از این طریق میتونید بیاید
و اینترنت خودتون رو با این پروژه شیر بکنید. الان مثلا من واسه ویندوز خب نمیخوام استفاده بکنم، باید برای گوشی استفاده کنم. برای اینکه بخوایم از گوشی استفاده بکنیم باید بیایم وارد تب بعدی بشیم، یعنی از این پایین روی این گزینه بزنیم و از اینجا بیایم و گزینه دانلود رو اینجا پیدا بکنیم. این گزینه دوم که نوشته دانلود گراس کروم اکستنشن، اینجا باید این اکستنشن گراس رو برای گوشیمون دانلود بکنیم. حالا چه مدلی؟ روی دانلودش کلیک میکنیم. پس چی شد؟ شما از این گزینه کانکت استفاده نمیکنید، باید روی تب کناریش کلیک بکنید و از اینجا بیایید پایین و اینجا دوباره ویندوز اینا رو داره، ولی خب ما با گزینه دومش کار داریم. اینجا میایم روی دانلود کلیک میکنیم، خودش خودکار وارد یه سایتی میشه و از اینجا افزونه گرس رو برای ما میاره. یکم صبر کنید صفحش کامل لود میشه. اینجا گزینه دانلود رو آورده، روی این گزینه کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم تا برامون دانلود بشه. یه چند ثانیه صبر بکنید براتون اضافه میشه و خودکار خودش وارد صفحه اصلیمون میشه. دوستان عزیز حتما حواستون باشه که وی پی ان تون باید خاموش باشه. حالا این تب واسه ما اضافه شد، روی این گزینه افزونه هامون یا همون اکستنشن هامون کلیک میکنیم. فانتوم رو که داریم، متاماسک رو داریم، گرس واسه ما اینجا اضافه شده. روی گرس کلیک میکنیم و واردش میشیم. اینجا باید روی لاگین بزنیم و با همون یوزرنیم و پسورد یا همون ایمیل پسوردی که اکانت گرسمون رو ساختیم اینجا اونم وارد بکنیم و وارد اکستنشن بشیم و از اینجا از طریق این اکستنشن ادامه بدیم و توکنای خودمون رو ماین بکنیم و کارهای دیگه انجام بدیم. از اینجا همونطور که مشاهده میکنید واسه من نوشته کانکتد و توی این افزونه دیگه نیازی نیست کار خاصی انجام بدید، فقط کافیه اضافهش بکنید و بعد واردش بشید و این شکلی کیفیت اینترنت شما رو اینجا میاره و اینجا هم حتما باید کانکتد باشه. اگه اینجا کانکتد نباشه و روی عکس وای فایتون یه دونه خط اومده باشه باید نت خودتون رو عوض بکنید، چون که اینترنتتون ضعیفه. یعنی مثلا چه میدونم اگه همراه اولی بکن ایرانسل، اگه ایرانسلی بکن همراه اول، بکن رایتل، بکن مودم، ADSL، مخابرات، کلی کار دیگه باید انجام بدی که اینجا واسط بنویسه کانکتد و وقتی این بنویسه کانکتد یعنی اینترنت تو الان متصل شده و الان داره واسه تو توکن ماین میکنه. اگه اینجا براتون اضافه نشد بعد از 10-15 دقیقه باید بیایید و صفحه رو رفرش بکنید و هر مقدار توکنی که براتون ماین کرد اینجا براتون اضافه میشه. الان توی همین 1 دقیقه هم فکر نکنم شده باشه واسه من یه دونه توکن به دست آورده، ولی این یه دونه توکنه یه دونه گرس نیستش. در ادامه این یه دونه خورده‌ای و حالا مثلا هر چقدر بشه 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه که این فصل دومش تموم بشه، در ادامه همه اینا رو ما تبدیل میکنیم به توکن گرس و بعدش برداشت میکنیم. اینجا که دیگه سرعت اینترنت رو همه رو آورده و مقدار ریواردی هم که به دست میارید رو این پایین براتون مینویسه. خیلی خوب، این بود از توضیحات کلی گرس. ما فقط باید بیایم اینجا اول از همه این 3 تا مرحله رو تکمیل بکنیم تا برامون ثبت بشه، بعد بیایم اکستنشن گرس رو دانلود بکنیم و این شکلی واسمون اینجا بنویسه کانکتد. توی قدم بعدی میتونیم بیایم زیر مجموعه گیری بکنیم اگه دوست داشته باشیم، اگه دوست نداشته باشیم که هیچی. افزونه‌شو بعد از اینجا اضافه بکنید و بعد باید افزونه فانتوم هم اضافه کنید که اونجا ولتتون رو متصل کرده باشید. این قسمت هم که پروفایلتونه که خیلی چیز مهمی نیستش. آقا نکته خیلی اساسی این هستش که نیاز نیست که حتما شما همیشه توی این صفحه باشید. یعنی اصلا آقا الان من بیام بیرون این باز واسه من کار میکنه، ولی خب این صفحه باید باز بمونه دیگه. این توی مثلا این گزینه گوشیتون این صفحه باید همیشه باز باشه که یه اتصال این قسمت برقرار باشه، ولی نیاز نیست که حتما توی این صفحه بمونید. الان من یه بار رفرش میکنم که مقدار توکنمو دوباره بهم نشون بده، بعد میایم بیرون. نیازی است که همیشه داخلش باشیم. نکات مهمش همین بود، بیایید حتما شرکت بکنید و خیلی چیز باحالیه. ممکنه فصل دومش اونطور که خودشون گفتن توی فصل دومش توکن های بیشتری هم میخوان به کاربرا بدن و اهمیت بیشتری میخوان بدن به فصل دومش. پس حتما شرکت بکنید. حتما بیاید اینجا توییترش هم فالو داشته باشید چون که اخبار مهم رو خودشون اینجا براتون میذارم. ولی خب اگه نخواستید من داخل تلگرام هر خبری که بدن رو براتون پوشش میدم. همین دیگه آقا، هر تایمی اعلام بشه برای برداشت توکن‌های فصل دوم و چیزهای دیگر رو بعداً براتون میذارم. دمتون گرم، عشق کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو رو همراه بودید و تماشا کردید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. هر نظری انتقاد بیشتر چیزی داخل کامنت ها ما به اشتراک داخل کامنت بتری کنید.